بی‌احترامی و تعرض به هواداران آیین یاری که یارسان یا اهل حق هم خوانده می‌شوند در جمهوری اسلامی ایران تازگی نداره. روز 7 اسفند روز انتخابات و روز بعدش 8 اسفند چند ده نفر که خودشونو شیعیان اهل بیت معرفی می‌کردند در اسلام آباد غرب یا شاه‌آباد غرب به یارسانی که در خیابان رفت آمد می‌کردند تعرض کردند، اونها را تمسخر گرفتند، به خانه هاشون حمله کردند، در و شیشه شکوندند و بالاخره به تنها جمعخانه یا نیایشگاه یارسان در این شهر حمله بردند. در گذشته بارها تلاش کردند که با تراشیدن سبیل مردان یارسانی که برای اونها یک نماد پیروی از این آیین به حساب میاد به اونها اهانت و توهین کنند. در سال 1392 شمسی در زندان همدان به زور سبیل یک یارسانی رو تراشیدند. باعث واکنش مردم یارسانی شد که در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدند و حتی 3 نفر خودشون رو در اعتراض به این بی‌احترامی آتش زدند که یکی از آنها در تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بود. ما برای اینکه در رابطه با این تعرض اخیر بیشتر بدانیم به سراغ نوخاس نظری از رهبران جامعه دموکراتیک یارسان میریم. آقای نظری خوش اومدید. چرا باز هم بی‌اهانتی و حمله به نیایشگاه یارسان، اون هم در روزهای انتخاباتی؟ با درود به شما جناب رأفت گرامی و با درود به بینندگان برنامه‌تون. در واقع همونطور که شما اشاره کردین متاسفانه بعد از اعلام نتایج انتخابات جمهوری اسلامی بخشی از نیروهای حزب الله منطقه به مدیریت و سرکردگی یکی از اعضای منتخب مجلس فعلی جمهوری اسلامی به نام فرهاد پیشه رفتند و تنها جمعخانه یا در واقع تنها مکان مقدس و نیایشگاه یارسانیان در شاه‌آباد غرب یا اسلام آباد غرب رو مورد تعرض و حتک و حرمت قرار داده بودند و اطلاعاتی که به ما رسیده اینه که ظاهراً بر اساس اختلافاتی که بین دو نماینده یا در واقع دو کاندید رژیم جمهوری اسلامی تو این شهر پیش اومده و گویا جامعه یارسان از نفر دوم که انتخابات که رأی کافی رو نیاورده اختلافاتی پیش اومده و اون نفر برنده انتخابات که ظاهراً از اصولگرایان نظام هم هستش در واقع در یک اقدام تلافی جویانه علیه جامعه یارسان نیروها و اراذل اوبان پیرو ولایت همونطور که خودشون هم اسم روشون گذاشته بودن با حمل سیبیل‌های مصنوعی که از نمادهای هویتی پیروان آیین یاری یا یارسان هستش به تنها جمعخانه یا همون معبد یارسانیان تو شاه‌آباد غرب یا اسلام آباد غرب حمله کرده بودند و مورد تعرض قرار داده بودند. البته آقای فرهاد پیشه بیانیه‌ای صادر کردند و ضمن عذرخواهی از پیروان آیین یاری گفتند که با این جوانانی که حمله بردند هیچ گونه رابطه‌ای ندارند. ببینید جناب رفعت، در واقع این یک مانور یا یک ترفند شناخته شده افرادی هستش که ما در سالهای گذشته ملاسف در ارتباط با کاندیداهای انتخاباتی تو جمهوری یارسانی داشتیم. قبل از انتخابات در به در خونه‌های مردم رو میزنن و از جامعه یارسان خوب میگن و دعوت میکنن به شرکت در انتخابات
و اینکه اگه ما انتخاب بشیم و به مجلس بریم تا اونجایی که از دستمون بر بیاد، در واقع میگن که همه چی از دستمون در میاد، در راه خدمت به این جامعه به شما کمک میکنیم و این ترفندی است در واقع ما سالها پیش دیدیم. و اینکه آقای فلاحت پیشه بعد از این هتک حرمت و تعرض غیر انسانی و وحشیانه نیروهای لومپن پیرو ولایت که خودشون سرکردش رو داشتن، اومده برای دلجویی از مردم اومده این کار رو انجام داده و در واقع چیزی است که جامعه یارسان به هیچ وجه بهش باور ندارن، چون خودشون اصلا سرکردگی این گروه رو به دست دارن پشت پرده و این کار رو انجام دادن. این بار هم چون گذشته پیروان آیین یاری با تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی و حکومتی خواهان بررسی این واقعه شدند و همچنین تاکید داشتند بر حقوق شهروندیشون. ولی آیا گوش شنوایی برای شنیدن این خواستهای به حق پیدا شد؟ بله، در واقع مشکل اصلی جامعه یارسان تو ایران که یک جمعیت بالغ بر 2.5 الی 5 میلیون نفر گسترده در سطح کشور هستند، این استش که یارسانیان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا به عنوان یک موجود زنده به رسمیت شناخته نمیشن. آقای رفعت گرامی، ببین قانون اساسی جمهوری اسلامی جامعه یارسان رو، آیین دین یاری رو به عنوان یک فرقه ظالم میدونه. تنها حقی که جامعه یارسان تو این کشور که سرزمین مادریشون هست، سرزمین پدریشون هست، که براش جون دادن، خون دادن، اینه که در مراحل انتخابات که رژیم نیازمند رأی مردم هست، در واقع جامعه یارسان فقط یک روز صاحب حقوق شهروندی میشن، اونم روزی است که انتخابات میشه. آیت الله خامنه‌ای هم در آخرین مصاحبهشون گفته بودن، آخرین سخنرانیشون گفته بودن که اونایی که حتی مخالف ما هستن میتونن رأی بدن. جامعه یارسان با این گستردگی اقلیمی و به عنوان بزرگترین اقلیت غیر اسلامی در کشور، تنها یک روز در 4 سال به عنوان شهروند این کشور متأسفانه به رسمیت شناخته میشوند. اونم روزی است که انتخابات میشه. به محض اینکه انتخابات تموم شد، این حقوق دیگه رسمیت قانونی و حقوقی نداره. و اینکه چرا نظام جمهوری اسلامی به شکایات و شکوایه‌های جامعه یارسان رسیدگی نمی‌کنه، ناشی از همین سیستمی میشه که خود قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده و اونی که یارسانیان به عنوان شهروند این کشور به رسمیت شناخته نمیشن. مشکل از اینجا میشه جناب رفعت گرامی. یک جمعیت به این بزرگی، در حالی که در طول تاریخشون حتی 1 میلیمتر به این سرزمینشون خیانت نکردن و تا اونجایی که نظام‌های سابق و نظام فعلی هم بهشون نیاز داشتن، اینا در واقع شهرت و برچسب مرزداران غیور هم بهشون دادن. ولی متاسفانه و در اوج آوری این جامعه بزرگ تو ایران هیچ حقوق شهروندی ندارن. یک شهروند یارسانی شهادتش تو دادگاه بر اساس مدارک و اسنادی که خود جمهوری اسلامی در بخشنامه‌هاشون تو اداره‌شون توضیح کردن، شهادت یک یارسانی نصف یک شهروند مسلمان توی کشور است. یعنی در واقع تضییع حقوق جامعه یارسان نه فقط در مراحل قبل از انتخابات و بعد از انتخابات هستش، بلکه در کلیت سیستم حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در این کشور استواره. و تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی با اونهایی که ادعا دارن که واسه جامعه یارسان کار میکنن و همین آقای فلاحت پیشه که شما اشاره کردیم که عذرخواهی کرده، اگر واقعا دنبال اینن که به حقوق جامعه یارسان برسن و از طریق همین جامعه پارتو مجلس باز شده و از طریق همین جامعه دارن حقوقشون رو میگیرن، به نونشون میرسن،
اگر واقعا شرافتشو دارن باید این ظرفیت رو هم داشته باشن که تو مجلس بیان و از حقوق این جامعه دفاع کنن و اصلا ببین جامعه اصلا ما چیزی که میخوایم این است که تو قانون اساسی این نظام که ما هم براش خون دادیم، ما از مرزهاش هم حفاظت کردیم، ما این سرزمین رو هزاران سال حفظ کردیم و خودمون رو صاحبش میدونیم، ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک شهروند عادی جامعه یه حقوقی داریم. اصلا مجلس هم بریم، چیزی که ما میخوایم اینه که حقوق پایه‌ای یک شهروند عادی جامعه رو داشته باشیم، این مملکت رو داشته باشیم. چون واقعا یارسانیان علی رغم این که مسلمون نیستن ولی حتی تو همونطور که اشاره کردم 1 میلیمتر به این سرزمین خیانت نکردن. اگر جمهوری اسلامی یک ذره اسناد و مدارکی تو دستش می بود که یارسانیان به این سرزمین کهن خیانت کردن و سرزمینشون خیانت کردن، مطمئنا صدها بار اینها رو تک و پاره لت و پاره کرده بود. ولی چون این مدرک و سندی در تاریخ وجود نداره، ما برعکس تو تمام تاریخمون، تو تمام پستی و بلندی های این سرزمین کهن در واقع مدافع سرسخت هویت ایران کهن، ملت کرد، جامعه یارسان و به تبع اون هویت یارسانیمون بودیم. ما ملتی بودیم، جامعه‌ای بودیم که در برابر یورش اعراب مقاومت کردیم. گفتیم که این سرزمین متعلق به جامعه ایران و ایرانیه، اونی که تو این سرزمین زندگی میکنه. علی رغم تنوع قوم‌ها، ملت‌ها و ملیت‌ها، هر چی نامشو بذارید، اینها مقاومت کردن. در واقع ایجاد یا سربلند کردن و آغاز مبارزه یارسانی از همین نقطه هم شروع شده که اینها تسلیم بربریت و اونی که تحت نام اسلام ایران اومده بودن، اینا مقاومت کردن، جون دادن، خون دادن و گفتن که ما در زمینی که ما بهش متعلقیم زیر یورش اونها له بشه. ولی متاسفانه در طول تاریخ تنها چیزی که اینا دستشون رسیده ظلم، ستم، تبعیض و استبدادی که در طول تاریخ و اینا روا داشته شده و ما امیدواریم که نقطه پایانی بر این رنج و درد مردم گذاشته بشه و اون تنها از طریق ملت ایران و از طریق همنوایی، همصدایی و یار بودن همدیگه، از طریق همصداییمون و همبستگی ملیمون محقق میشه. امیدوارم که مردم ایران نسبت به آیین یاری، یارسانیان تو ایران، همونطور که تو ایران بهشون حق هم میگن، علی الهی هم میگن، واقعا صداشونو بلند کنن و نسبت به این جامعه مظلوم بگن که بابا دیگه بسه. چون واقعا ستم تا اونجا رسیده که تحملش خیلی سخت شده. من تا حدودی احساسی میشم جناب رفعت گرامی، چون واقعا من درد و رنج روزانه مردم رو میبینم. با سپاس از همراهیتون. متشکرم. تشکر واسه دعوتتون. یارسان آیینی است عرفانی که تاریخ دقیق شکل‌گیری آن مشخص نیست، اگرچه پیروان این آیین معتقد به ازلی بودن و ابدی بودن این اعتقاد دارند. تاریخ برخی متون این آیین به سده دوم هجری برمیگرده، اگرچه قدمت برخی از جمعخانه‌های یارسان به زمانهای قبل از پیدایش مذهب اسلام برمیگردند. ساختار کنونی این آیین در سده هفتم هجری توسط سلطان ضحاک
بنیانگذاری شده که در بین یارسان از جایگاه بسیار بالای برخوردار است. یارسان کی هستند و چه میگویند؟ پرسشی است که ما پاسخ اون رو با آقای فیروز یوسفی، فعال حقوق بشر و از پیروان آیین یاری سپردیم. ببینید، به عقیده یارسان ریشه دین یاری به قبل از خلقت انسان و آسمان و زمین برمیگرده. یعنی اساس این آیین را همان عهد و میثاق الستی و پیمان ازلی تشکیل میده که بعداً حضرت حق آن را با مقربین درگاهش منعقد فرموده. توضیحیم که شروط ایجایی این پیمان را که از طرف حق و فرشتگان تفهیم شده شرط و پذیرش آن شروط از جانب فرشتگان را اقرار مینامند. پس از آفرینش بشر هر کدوم از انبیا و اولیاء الهی مراتبی از آیین یاری را به نام‌های مختلف همچون مسیحیت و یهودیت و دین‌های دیگر را در کل 72 دین برای هدایت انسانان به ارمغان آوردند تا اینکه بالاخره در قرن هفتم هجری شخصی به نام سلطان سعاد در منطقه اورامانات کردستان ظهور نموده و مرتبه نهایی دین یاری را آشکار کرده است. حالا شما بعد میرسیم به عقاید یارسان. ببینید، یارسان در سال 3 روز روزه میگیره و این زمان با در زمستان کردیه. ببین، یارسانیه چون خاصیت دین یاری کردستان اورامانته، به اصطلاح اورامانت کردستانه، تقویم خودشون دارن، گاه شمار خودشون دارن، موسیقی خودشون دارن، زبان خودشون دارن. یعنی شما اگه دقت بکنید هیچ مشترکات آنچنانی با اسلام یا دینای دیگه ندارن. مثلا در یارسان تنبور یک ساز